یادتان باشه احکام اسلام دو قسم است. یکی او احکامی است که و علامات دین الله شمرده میشه: نماز، آذان، روزه، زکات، مراسم حج. این گاهی اعمال می باشه، گاهی جاها می باشه. مسجد از جمله شعائر الله است. اونجا مقام منا، مقام مزدلفه، عرفات، مقام صفا و مروه، این کلش حج، سنگ حجر الاسود، بیت الله یا از جمله شعائر الله است. یعنی محلی است که در اونجا علامات دین الله است. یک قسم احکام می باشه که و علامات دین الله نیست، مثل معاملات، خرید و فروش میکنیم، او از جمله علامات دین الله نمی باشه. فرق در بین هر دو احکام است که احکامی که علامات دین است تغییر و تبدیل در او گنجانیده نمیشه. چیزی قسمی که الله برات فرمان داده مو تو انجام میدی، پشت فلسفهش هم نمیگردی. چرا نمیگی؟ چرا نماز صبح 4 رکعت است؟ چرا جهر خوانده میشه؟ چرا پیشین خفیه خوانده میشه؟ چرا اونجا 2 رکعت سنت، در اینجا 6 رکعت سنت؟ چرا 4 پیش و 2 بعد است و 4 رکعت فرض است؟ چرا گفته نمیتونی؟ این کلش علامات دین الله است. صفا و مروه از جمله جاهایی است که علامات دین الله در اونجا برگزار میشه. چرا دین الله در اونجا چیست؟ فرمان الله برآورده شدن گردش در بین صفا و مروه است. با مو نقشه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بری تو ترسیم کرده، با مو نقشه بری تو اونجا نقشه داده شده از طرف الله تبارک و تعالی. این شعائر الله میگه. از همون خاطر عالی الله میگه که بله گردش ته یردو ای بالکل درست است، هیچ نوع گناهی نیست. آیا این گردش سنت است یا واجب است یا فرض است؟ علما بعضی این سنت میدانه، بعضی میگه که نه واجب است. اصل واجب فرض میگه، یعنی ضروری است. این قول راجح است. اینجا که گفته که گناه نداره به نسبت او کسایی که میگفتن گناه داره، الله گفت که گناه نداره. آل صفا و مروه صحیح است که در اونجا و جا ما میره، فقط امی قدر یاد میگیره که ما گردش کردیم، لیکن استاده شدن در صفا. هر حاجی که میره اول شروعی دعوت خود یا تکبیر خود از صفا میکنه، گردش خود از صفا. در صفا که استاد میشه روی طرف بیت الله میگردانه، الله اکبر میگه، زیاد دعاها را طلب میکنه از الله تبارک و تعالی. چرا؟ این محلی است که دعا را الله قبول میکنه. از جمله محلی که دعاها قبول میشه یکی صفا. خدا خوب متوجه بسازه، اونجا صفاست. حاجی ما که میره چی درس میده؟ امی تپی صفا با حاجی ما چی درس میده؟ اول درس برش میگه که وقتی مخلوق الله را اینجا میبینه کلگی لبیک اللهم لبیک میگه، کلگی الله اکبر میگه، دا چرت میفته که این مجمعه بزرگی که الله اکبر و لبیک گفته نیسته، این به کوششا و جهود و مشقت کشیدن کی با وجود آمده. روزی بود که در اینجا یک زن این آبادی بزرگی که امروز میلیون ها مردم حضور پیدا کرده توسط قربانی یک زن و یک فرزند بود. ابتدا و آغازش دین هر ثمرش مفت دست نمیه تا که قربانی ندی. زن اونجا قربانی داد، بچه اونجا قربانی داد. کوی صفا بری تو درس میده، زمانی که هاجره میبینه طفل در حالت تشنگی رسیده، آب و شیر وجود نداره، طفل در حالت مردن است، تلاش بکار است. انسان ناامید نباشه. در بو مرحله که اسباب ظاهری مکمل از بین میره، یک سبب قوی وجود داره که انسان تقویت میده، او اتکا به سوی کی؟ حاجت خواستن از کی؟ از الله. انسان قدم بگذاره الله برکت میندازه. هاجره در کوی صفا بالا شده، خو الله تبارک و تعالی این سعی هاجره بود و لغت زدن سعی کی بود؟ اسماعیل. الله این اردو لغت زدن و همی حرکت به ثمر نمیمانه. اونجا آب زمزم میبرایه که امروز سبب تبرک مردم است. اینجا حاجی درس میگیره. در کدام ملتی که ما میگم در هر قاعده میشینم میگم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. کدام شخصیت ابراهیم که واقعا علم بردار توحید بود، واقعا یقینا بندگی الله را شناخته بود، و بعد از او قطش میگی و علی آل ابراهیم. تنها ابراهیم نه، کسی که وابسته به ابراهیم بود، اگر زن و فرزندش بود عمر داب ده یادت میاد چه تابعداری الله بود. این زن چطور در دشت و بیابان زندگی میکرد؟ فرمان الله رسیده بود. چرا زندگی میکرد؟ بگه فرمان الله رسیده بود. میگفتن انا لله
و انا الیه راجعون. امتحان الله را سپری میکرد، من بعد امتحان الله را سپری بکنم. من بعد دمی قدر مجاهده و کوشش و چیسته در راه دین خرج بدم. مثل که هاجره داده بود، مثل که اسماعیل داده بود. کوی صفا بری توی درس همیده 7 مرتبه گردش میکنی، آرام نشینی، اسباب ظاهری وجود نداره، مایوس نمیشی. قوت وجود داره که مرا نجات داده میتونه. هیچ چیز وجود نداره، الله وجود داره. الله در میدان خالی ام آب پیدا میکنه، ام طعام پیدا میکنه. ایره میگه درس بر ما میده. کوی صفا بر ما چی درس میده؟ در اونجا دیاد دید میگه که این میلیون مردم که امروز میگه لبیک اللهم لبیک، روزی بود که تنها محمد رسول الله دیکو فقط عقیده توحید داشت و قوم خود صدا میکرد بطن بطن، خیل خیل، او فلان خیل، او فلان خیل، کلگی جمع شدن. باز گفتن که ای قوم اگر ما بگوییم که دشمن از اونوی طرف میاد شما بگید ما باور داری یا نداره؟ گفت چرا نه؟ گاهی سری تو دروغه مشاهده نکردیم، بالکل باور داریم. گفت من بیم میدم از او عذاب الله که آمده نیسته در صورتی که کلمه توحید نخوانه. ابی لهب خبیث خیست گفت لهذا جماعتنا تبا لک، بربادی برات باشه از با این خاطر ما را جمع کرده اینا. تبا لک سائر الیوم، کل روز سنگار گرفت در جان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وار میکنه. ای مومن روزی بود که تنها محمد رسول الله در اونجا بود، هیچ کسی نبود. خب پیغمبر جهاد کرده، پیغمبر دعوت داده، تحمل کرده مصیبت و مشقت. مسلمان تو درس بگی از این بغندی، از این تپه درس بگی که آغاز دین توسط یک نفر از این نمی تپه شده، صدای توحید از این تپه بالا شده. من امروز آمدم به میلیون ها مردم مشاهده میکنم، هر کدام ما در جای خود مسئولیت داریم. در این تپه که آمدم درس توحید گرفتم، پس میرم خاندان خود درس توحید بیدم که قصه برش میکنم که ما و تون بعد مثل هاجره بیوار زندگی بکنیم، آماده فداکاری دین باشیم، ما و تو اولاد خدا فدای دین کنیم. اگر امر و فرمان قربانی میشه قربانی میدیم، بچه خدا حلال میکنیم، ذبح میکنیم. اگر امر فرمان میشه هجرت کو، ده هجرت آماده استیم. اگر امر فرمان میشه که آواز دعوت تبالان بلند کو، آواز دعوت بلند میکنیم. ای کاش که امچو زن و اولاد باشه و امچو شوهر باشه، اوتر خاندان باشه که از این سفر حج درسای عظیم بگیره. سفر حج نگو، یک مهد و گهواره تربیت بزرگ است. اخلاق در اونجا تربیه میشه، عقیده در اونجا تربیه میشه، عمل در اونجا تربیه میشه، مقاومت و استواری در اونجا تربیه میشه، مجاهدت در اونجا تربیه میشه. حج نگو، یک مدرسه بزرگ تربیتی اجتماعی و فرهنگی و دینی و سیاسی و همه چیز که برش گفته میتونی امور رقم است. ای کاش که حجاج ما درک میکردی واقعیت آره، اما میرن بیچاره پس که میاد فقط لاف از مرغا میزنه، از زیارت ها میزنه، دیگه چیز یاد نداره. امو قدرم نکرد که امونجا امو تعصبی که داشت اینجا قطعی کسایی که رفع الیدین و امین بالجار میگفت امو تعصبش اونجا از بین بره. پس که بیا از او کده نعوذ بالله قوی میشه، دیگه مردم امر میکنن که بزنی لط کنشه ایره بزنی. اونو حالات اوجاج ماست، لیکن نه صفا و مروه درس داره. این تاریخ از تاریخ قرآن برای ما که گپا را بیان میکنه، برای ما یاد میده که در اونجا کدام شخصیت ها بود، چرا یه عمل انجام داده میشه، باید انجام داده شد. حج مکمل مراسم تاریخی عمل کرده کیست؟ ابراهیم و آل ابراهیم. اما کسی که ما دعوت داریم که در ملتش هستیم، آیا ملتش هستیم؟ یقینا نمیطور برنامه ها در زندگی داریم. الله رحم بکنه، بر ما نصیب بکنه. ان الصفا یقینا صفا و المروه مروه من شعائر الله، از جمله علامات دین الله تبارک و تعالی است. گردشی که در این جمع شه از جمله مراسم دینی الله تبارک و تعالی، خودی محلا از جمله محل شعائر دین الله، علامات دین الله است. فمن حج البیت، کسی که قصد میکنه بیت الله را یعنی حج فرضی را میکنه، او اعتمر یا عمره میکنه یعنی حج نفلی میکنه. عمره در کل سال جایز است، میتونی. حج به ماهای مخصوص است، در غیر از او نمیشه، خصوصا 3-4 روز است، 5 روز در دیگه وقتا نمیشه. فلا جناح علیه، نیست گناه هیچ نوع مؤاخذه بالای آدم. یعنی اگر کسی میگه که اینجا خب بود، اگر ما امروز یه عمل انجام میدیم شاید گناهگار شویم، از این معلوم بشه که در کدام جای مراسم شرکی و کفری انجام داده میشه اونجا باید انسان نروه، اونجا باید عبادت نکنه. این خو از قبل از ماندنی بود،
این محل محل عبادت الله بود، به گذاشتن عارضی بود تقدس خود از دست نداده. نه، تو ایره پاک کن. بیت الله پر از بت شده بود اما تقدس خود از دست نداده. پیغمبر آمد بتا را بیرون کرد، محل باز همونطور محل شد. الله برش فرمان داد ان طهر بیتها للطائفین والعاکفین. این همین قسمی مقام باید پاک داشته باش. اگر در یک مسجد بدعت میشه، شرک میشه، تو را از بین ببر، عبادت الله را انجام بده. الله همی گپ میگه فلا جناح علیه، نیست گناه بالایش ای یطوف بهما، که طواف و گردش بکنه بر دویش صفا و مروه. اگر چی مردم در اونجا بتا را مانده بود و نعوذ بالله او را پرستش میکرد، امروز او بود وجود نداره. از او خاطر این گردش امو عمل تاریخی هاجره رضی الله عنها است که انجام داده. تو زنده نگاه کن. و من تطوع خیرا، کسی که انجام میده کاری نیک که موافق قرآن و حدیث است، فان الله شاکر علیم، هیچ شده نمیتونه که کاری موافق قرآن و حدیث انجام بدی و بعد از او گناه شمرده شوه. قطعا گناه شمرده نمیشه. اینجا و من تطوع اموری غیر فرضی را میگه، چیزی زایده انجام دادن. از او خاطر نفل تطوع میگه، یعنی چیزی زاید انجام میدی. خب زاید انجام دادن اینجا چرا میگه و من تطوع خیرا؟ عقل نجنگانی، نگویی که اینجا من البته گناهگار میشم. نه، شریعت کی کدام فرمان میده برات، عقلا را قطش نجنگان. کاری موافق قرآن و حدیث انجام بده، الله ضایع نمیکنه ثواب تو را. بس ثواب تو را ضایع نمیکنه، برات میده. چرا؟ فإن الله شاکر علیم. الله جزای عمل زیاده از استحقاقش میده. شاکر چی مانا؟ قدری عمل تو را داره الله. تو نیست که عمل تو بی قدر و قیمت باشه. پاس عمل تو را الله داره. علیمون میدانه که چقدر نیت و اخلاص داری. هر قدر که نیت و اخلاصت اضافه است، امو قدر الله ثواب اضافه را هم در عمل داده رایسته. پس از او خاطر انسان در کیفیت عمل کوشش میکنه که عملش خوب درست باشه، خاص به خاطر رضای الله. ان الذين يكتمون ما انزلنا، یقینا کسانی که میپوشانند آن چیزی را و احکامی را انزلنا که ما نازل کردیم، به مردم بیان نمیکنه که مردم سرش عمل بکنه. من البینات، از دلایلی که واضح است که سبب بیداری و شاری مردم میشه، راهیابی مردم میشه. والهدى، پس او چیزی را که روان کردیم از برنامه‌های هدایت، یعنی ثمرات دلیل. من بعد ما بینا، پس از که واضح کردیم امود چیرا ما انزلنا را للناس، برای مردم، فی الکتاب، در کتاب. اولایی که طور مردم ها که حقایق پنهان میکنه، یلعنهم الله، الله سرش لعنت میکنه. و یلعنهم اللاعنون، هر کسی که لیاقت لعنت گفته نداره کلگی سر از یا لعنت میگه. چرا مردم مبتلا به شرک شده بودن؟ چرا صفا و مروه جاهای تقدس تبدیل به نعوذ بالله بت پرستی شده بود؟ از جهت نبیان کردن علما حقایق. شخصیت ابراهیم خلیل الله، دین ابراهیم خلیل الله را علما پنهان کردن. مردم آهسته آهسته از جهالت کار گرفتن. جایی که در اونجا اعلان توحید میشد، تکبیر لبیک گفته میشد، او تبدیل به چی شد؟ نعوذ بالله بت پرستی شد. قرآن برای ما واضح میسازه که عامل بدبختی یک جامعه چی است؟ بگوی کتمان علم است. آن چیزی که سبب هوشیاری و بیداری مردم میشه و سبب راهنمایی مردم میشه، اون امور پنهان کردن سبب بدبختی مردم است. قرآن از یک طرف برای ما اهمیت علم نشان میده. دین مقدس اسلام وار یک نظام دیگر را پیدا نمیتونه که ترغیب به دین داشته باشه، داده باشه. قرآن سراسر در جای براتان میگه لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تتفکرون. دعوت به سوی علم، دعوت به سوی علم. علم علم علم. چرا علم زیاد اهمیت میده؟ همه بدبختی ها از چیست؟ جهل. هر قدر که شما ناگواری ها را میبینی از جهالت است. از او خاطر اسلام علم و مقام علم بزرگ معرفی میکنه. اینجا چقدر بزرگ معرفی کرده علم؟ کتمان علم آنقدر جرم عظیم دانسته که هیچ تصورش نمیشه. الله هم سرش لعنت میگه و هر چیزی که قابلیت لعنت گفته نداره به اینطور آدمی که حقایق پوشانده بر ازی لعنت میگه. برای شما معلوم شد که مقام علم چقدر است و الله چقدر میخواه که علم فاش شود به مردم برسه. ما از همون خاطر دوستای خدا که ما وادار میسازیم که بیایه امی پولیتان مصرف کنید موتر گرفتن، در جای 100 نفر 1000 نفر ترجمه قرآن بشنوه، حقیقت دین بدانه، عقیدهشان درست شوه،
آینده وطن ما در دست همین مردم است. بیایی که امیر اصلاح بسازیم، محصل خدا، ماموری دفتری خدا، شاگرد مکتب خدا، دیقان خدا، هر کسا زن و مرد کلش عقیده درست قرآنی برش تعلیم بدیم. و این توسط یک نفر نمیشه، این توسط اونمو برنامه اجتماعی هر کس میشه که یکی پوشتر نصب میکنه، دیگه چاپ میکنه، دیگه کمپاین میکنه، دیگه پول مصرف میکنه، دیگه لاسپیکر درست میکنه، دیگه جای هموار میکنه، دیگه انتقال میده. کلگی دی برنامه بزرگ دینی سهیم میشه. از او خاطر این برنامه الحمدلله طور برنامه است که هر کس دی سهیم شده میتونه. چرا؟ به خاطری که برنامه خیلی بزرگ است. مردم عالم شوه، که عالم شد گپا جور است. نظام اسلام باری هیچ نظام دیگه دعوت به علم نداده. از اینجا براتان معلوم میشه که تنها کتمان علم چقدر جرم بزرگ است. یک موضوع. دوم، الله تبارک و تعالی در اینجا بیان میکنه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، کسانی که پنهان میکنه آن چیزی را که ما روان کردیم. او چی چیز است؟ من البینات، از مسائل و احکام واضح. بعضی مفسرین من البینات دلایل میگه، اما دلایلی که توسطش احکام خوب ثابت میشه. یک، والهدا مراد از پیشش احکام است. کسانی که نه دلایل و نه احکام به مردم واضح نمیکنه، پنهان میکنه. پس از اینکه الله میگه ما واضح بیان کردیم، احترام نه که او بگویه که نه من یاد ندارم. در قرآن در کتاب من حیث ضابطه زندگی برشان روان شده، قانون کلی روان شده، برشان گفته شده که به این کتاب چنگ بزنی واعتصموا بحبل الله جمیعا. چنگ بزنی به این کتاب، هدایات کتاب بگیری، رهنمایی های کتاب برای خود رهنما جور بکنی، تعلیمات کتاب برای خود تعلیم جور بکنی، از همین کتاب خود تزکیه بکنی. قرآن برای ما گفته، لیکن کسی میخیزه همه گپا را پنهان میکنه. چطور جرم است؟ در قرآن کریم از اینکه در جرم بزرگ نخواد پیدا شد، پشت سر 4 قسم جنایتی همینطور مردم ها را بیان میکنه. در مقابل دنیا را میگیره، الله تبارک و تعالی 4 قسم جزا را برش میگه. اینجا سختترین جزا که لعنت الله است. سختترین لعنت، هر چیزی که لعنت گفته میتونه، اگر زیرو هست اگر غیر زیرو هست، زنده جان است اگر پرنده است اگر حیوان است، در مورد لعنت کلگی قرار میگیره. کلگی. عالم ما وقتی آیات قرآن میخوانه چی عذر داره؟ برای خود چی توجیه داره؟ بله توجیه داره. ابلیس لعین برای ازیا مزین کرده، مداهنت، حق پوشی را، حق پنهان کردن تعبیر به حکمت میکنه. تعبیر به چی میکنه؟ میگه ما از حکمت کار میگیریم. 10 سال در مسجد خود تیر کرده، یک سنت جابجا نکرده. امیالیم نمازش مملو از بدعت است، از الف تا یا. 10 سال در مسجد تیر کرده، مقتدیش تالی را توحید یاد نداره. امیالیم که وقتی میخیزه میگه یا سخی صاحب پیران پیر صاحب قطمک کمک باز دستای خدا این تو چی میکنه؟ بالا میکنه. این مولا صاحب خدا فریب داده، شیطان ایرت تلبیس سرش آورده، میگم از حکمت کار میگیرم. از چی کار میگیرم؟ این حکمت نیست، این مداهنت است، این حق پنهان کردن است، این موجب و سبب و ذریعه لعنت الله است. میفهمی عالم؟ پټ کو پنهان کو. کتاب قرآن برای چی آمده بود؟ برای کی میگفت؟ شما قبل از ترجمه معلومات دین داشت یا بعد از ترجمه؟ ایمانتان قبل از ترجمه راسخ بود یا بعد از ترجمه؟ مسئولیتتان قبل از ترجمه میدانست یا بعد از ترجمه؟ امروز که مرگ سرطان میاد شما اراده نداری، شکر میکشی که الحمدلله عقیده قرآن یاد گرفتیم. اگر بمریم هیچ پروایی نداره. الحمدلله که در زمان جاهلیت نرفتم، در او زمانی که در قرآن ننشسته بودم، در او وقت نرفتم از این دنیا که چطور عقیده داشتم. کلتان امی ارمان داره و امی نعمت بزرگ برای خود میگه. شما بگوی کسایی که سالای قرآن همینطور بند کرده و کتابی ختم جور کرده، او سرش پول میگیره و جناب مناسب میره سرش پول میگیره، او یک آیتی قرآن کریم برای تو تشریح نکرده. این آدم چطور بگویه که ما حق قرآن ادا کردیم، مسئولیت قرآن ادا کردیم؟ شما بگوی. این آیت هم میخوانه. چرا؟ این آیت شان نزولش کجاست؟ باز ما میگه شان نزول آیت علمای یهود بود. چندان صحابه کرام رفت
از چند عالم یهود سوال کرد در مورد صفاتای پیغمبر علیه السلام که در تورات بود و گرفتن صفاتای پیغمبر علیه السلام غلط چی کردن؟ بیان کردن. سیاه چشم بود گفتی زرچشم است، چارشانه بود میگه نه این خیلی دور و دراز است. رقم گپا را گفت. الله تبارک و تعالی آیات روان کرد. عالم براتون ملا صاحب چی میگه؟ این در شان کی است؟ بگو یهود نازل شده. تو جواب برش بگو نگفت. امو عالم یهود نام داشت یا نه؟ ابن سوریا بود یا هر کس کی بود یا نبود؟ الله نگفت که یقینا او عالم یهودی کی میگفت بعد نه اینطور میگفت ان العلماء من اليهودین من اليهودیه، علمایی که از یهود هستن اگر این کار کردن لعنت الله سرش باشه. همینطور گفته. قرآن خو میگه ان الذين، هر کسی که باشه در زمانی که باشه، از هر قوم که باشه، از هر ملتی که باشه، چی کنه؟ چی صفت داشته باشه؟ یکتمون ما انزلنا، که پنهان میکنه آن چیزی را که ما فرو فرستادیم. چیزی را که ما فرو فرستادیم. قرآن الله میگه فرو فرستادیم معلم تشریح کننده از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این کتاب ما انزل الله چی است؟ من البینات، از او احکام و دلایل روشنی که همه چیز واضح بیان میکنه. یک سوال از شما، در کل مسائل چقدر زیاد دلایل در کدام موضوع در قرآن ذکر میشه؟ بگوی برای من که جواب داده میتونه. یک قدر دلایلی که از توحید و رد شرک است از یک موضوع دیگه ذکر نمیشه. اما دمی یک موضوع مردم ما چی است؟ تا گلو غرق است یا نیستن؟ تا گلو غرق است. نماز خو میخوانند، روزه را خو میگیرند، حج خو میکنند، سود حرام میدانه، زنا را حرام میدانه، دزدی را حرام میدانه، اما مشکل در کجاست؟ مشکل در مو امری است که قرآن دلایلش زیاد ذکر میکنه. قرآن امو توحیدی که شما فعلا یاد داره در بین قشر مسلمان افغانستان در چند فیصد وجود داره همی توری توحید؟ راستی تا نبگوی بگوی دیگه. این ترازو پیش شما، این انصاف پیش شما طول کده بره. این ملت حق داره بالای علما یا نداره؟ این ملت به این قرآن به کتاب الله بشینه یا نشینه؟ بشینه باید، لیکن یا پنهان کرده. والهدا، یکی ما روان کردیم من البینات، از دلایل واضح و روشن. والهدا، آن چیزی که سبب هدایت، ذریعه هدایت مردم میشه که واقعیت است. من بعد ما بینا، پس از که ما واضح ساخته میره للناس، برای مردم در کتاب خود، فی الکتاب، در کتاب. باید که عالم هم همی کتاب به مردم بیان کنه. قرآن تنها کتاب مدرسه نیست، کتاب ملا صاحب نیست، کتاب ختم نیست، کتاب مردان نیست. قرآن کتاب کلگی للناس، ناس شامل مردم است، زنام است، مسلمانام است، کافرام است، ملام است، غیر ملام است، طالبام است، غیر طالبام است. الله میگه ما بیان کردیم به کل بشریت، نه تنها که مسلمان بلکه به کافرام هدایات قرآن بیان شوه، احکام قرآن بیان شوه. امروز دنیای اینترنت است. دنیای کافرم دعوت بده، جواناست در اینترنت قطشان جر و بحث بکنه، دعوت بده به اسلام. قرآن میگه للناس است، به کل مخلوق الله بیان کرده. ملای امروزی ما میگه عوام چی ترجمه را میفهمه؟ باز چی میگه؟ نعوذ بالله توهین میکنه. عوام خو العوام کالانعام. یک ملا صاحب همینطور گفت، من گفتم سخت جنایت کردی ملا صاحب، او سخت گناه کردی. گفت چرا مرا اینطور میگی؟ عوام همونطور است. من گفتم دروغ گفتی. قرآن کافرها را میگه کالانعام بل هم افضل. عوام مسلمان نمیگه. یا خو عقیده به الله داره، این قدر تمیز میتونه که من الله دارم، از پیشم سوال میشه. چارپای واره نیست، فرق میکنه در بین حلال و حرام. خب ملا صاحبی ما عوام کالانعام جور میگه، عوام کالانعام است. از همون خاطره تو را حتی قابل از این نمیدانه که قرآن برات ترجمه کنه. قرآن برات ترجمه کنه، بری آزمایش کنی، ملایتان آزمایش کنی، خود به خود براتان واضح میشه. یا ایسته که قرآن و حدیث یاد نداره، یا ایسته که خود بالا میتراشه میگه تو لیاقتش نداری. اولئک، ای مردم یلعنهم الله، الله سرشان لعنت میکنه. لعنت چی را میگه؟ دوری از رحمت. وقتی که از رحمت الله دور شوی، در بدر خاک به سر میشی نمیشی؟ میشی. از رحمت الله که دور شدی باز خلاص هستی. الله سری تو رحمت چی لعنت میکنه. و یلعنهم اللاعنون، لعنت میکنه بالای همینطور علما.
اللاعنون کسایی که لیاقت لعنت گفتن داره بس کلگی سرش لعنت میکنه. لعنت الله کفایت میکنه، از دیگرها چی ضرور که الله تو را از رحمت خود دور کنه باز خود تباه و برباد هستی. الله ظاهر میکنه که نه تنها نفرت الله قطعی آدم است بلکه مطلقی چیزی که قابلیت لعنت داره هم قطعی تو را عالم نفرت داره. درسی که در